شام بخیر دوستان عزتمند. باز هم برنامه خاطره‌ها است منظور شما و ما باز هم از موسیقی اصیل خواهیم گفت، از ترانه‌هایی که ماندگار هستند، از ترانه‌هایی که با خاطره‌های ما پیوسته هستند، از ترانه‌هایی که یک زمان آنها را ما گوش می‌کردیم. امروز ما یک مهمان داریم. مهمانی ما از راه دور است، از کشوری همسایه‌مان، از کشوری برادر و دوست، از افغانستان و یک آوازخوانی خیلی محبوب در همین کشور که در تاجیکستان است. دوستداران ترانه‌هایش خیلی زیاد هستند و ما این را از نوارهای او می‌بینیم که واقعاً هم تماشابینان زیاد را گرد نوارهایش جمع می‌آورد و این هنرمند فهیم فنا هستند که به برنامه خوش آمدید میگویم. سلام با شما خانم زرینی عزیز و وقتتان بخیر. تشکر از اینکه مرا در برنامه‌تان دعوت کردین و همچنان سلام و احترامات تقدیم میکنم تا ما خدمت تمام بینندگان عزیز ما، چی در داخل تاجیکستان عزیز هستند چی بیرون از تاجیکستان هستند. دیگه خوش هستم از اینکه با شما هستم. تشکر زیاد. ما نیز خوشحال از آن شدیم که شما آمدید در همین برنامه ما اشتراک کرده ایستادید. صفا آوردید. سلامت باشین. تشکر لطف دارین. میخواستم در ابتدای برنامه از آن بگویم که دوشنبه چگونه بوده است؟ واقعا میره بار گفتیم، حتی وقت لایف هم میرم در طریق یوتیوب و فیسبوک و صفحات مجازی خود اونجا هم یاد میکنم. ما خیلی لذت میبرم اینجا. از وقتی که آمدیم هیچ احساس بیگانگی نکردیم. ما همچنان مردم خیلی محترم و با فرهنگی هستن، مرا میشناسن، بسیار محبت میکنن. ما خیلی خوش هستم اینجا. زیغ نشدید؟ نخیر. ما گفتم احساس بیگانگی نکردیم از وقتی که آمدیم. ما هر یک مهمانی که به کشور ما تشریف می‌آورد یک سوال عنعنوی داریم، میپرسیم که دوشنبه چگونه بوده است. این با اون خاطر است که ما می‌خواهیم صمیمیت خود را نشان بدهیم و می‌خواهیم هر یک نفر آوازخوان هنرمندی که از کشور دوست به ما وارد می‌شود خود را در کشور ما، در وطن محبوب ما بیگانه حس نکند. بله کاملا ما هیچ بیگانگی حس نکردیم. قبل از آنی که من می‌خواستم اطراف اسم شما، اطراف هنرتان، فعالیتتان حرف بزنم، چون برنامه ما همین گونه است که سر اول ما بازخوانی می‌کنیم ترانه‌هایی را که یک زمان آوازخوان‌های آنها خیلی معروف بودند، مثلا در سالهای 70 80 و واقعا هم در کشورهای فارسی زبان نفوذ خاصه داشتند و ترانه‌های آنها تاکنون هم محبوب هستند، شنیدنی هستند و آوازخوان‌هایی که فعلا فعالیت میکنند این ترانه‌ها را بازخوانی میکنند و هنگامی که البته افغانستان را به زبان میآوریم حتما که اسم احمد ظاهر پیش نظر میآید. ترانه‌های استاد را بازخوانی کرده اید میخوانید؟ بله ما دو آهنگشان پروفشنال ثبت کردیم که یک اندازه تغییرات به مو انداز خود چیزی که دارم به او آوردیم که مردم هم کسانی که گوش کردن پسندیدن. البته یکی از آهنگاش دلز سودای تو چشم تو و میخانه کند رقص، این آهنگ خواندیم و همچنان بچه نشو دل. و خودتون با ایجادیات استاد چی نظر دارید؟ پسند است؟ واقعا اونا کسی هستن که موسیقی از اونا شروع میشه پس به اونا ختم میشه. یعنی هر قدر یک کسی اگر ابتدا آغاز میکنه به موسیقی قدم میمانه، از احمد ظاهر صاحب شروع میکنن و بعدا وقتی که پیشم میرن باز هم از آهنگای از خوانده و لذت میبرن. و مردم تاجیک نیز به ترانه‌های ایشان صمیمیتی به اندازه دارن. بنابر همین هم بله در ابتدا بیاید یک ترانه استاد رو میخونیم. خوب است. البته ما میخوایم معرفی بکنم نیکروز جان برادر ما که همراه ما گیتار می نوازه و همچنان استاد ظریف اگرچه انگشتشون افغان است بازم لطف کردن همراه ما آمدن همکاری میکنن.
رسوایی تشکر به شما. تشکر از آنی که همین ترانه را خیلی زیبا اجرا کردید. قربان شما، سلامت باشید. طبیعی است که ما با ترانه های احمد ظاهر آشنا هستیم، همچنین با فعالیتش، با زندگیش، و هر یک هنرمندی رو که ترانه اش را گوش کنی به زندگیش نیز توجه میکنی. ما درباره احمد ظاهر میدونیم، دربارهش ما تنها ترانه هایتان رو میدونیم که طریق تلویزیون پخش می شود، در سامانه های اجتماعی میبینیم. بیاید اطراف خودتان کمی قصه کنید برای همان نفرانی که ترانه هایتان رو شنیدند اما درباره خودش ما درباره زندگیتان، فعالیتتان چیزی نمیدونن. از چی شروع کردید؟ منظورتان از موسیقی است؟ بله. من از طفولیت میخواندم، بسیار علاقه داشتم و همیشه آهنگا را مورد پسندم می بود، میگرفتم میخواندم، اما ایتو نبود که حرفه‌ای تمرین داشته باشم نزد کدام استاده. باز حدود 12 سال است که حرفه‌ای آغاز کردیم و خیلی در تپ تلاش ازی هستم که یعنی نه تنها ازی که یک آوازخوان شوم، یک کسی باید باشم که در بخش هنر یک حداقل یک خدمت کوچکی کرده بتونم. یعنی خدمتم به نظر من این نیست که من بخوانم یک چند آهنگی ثبت بکنم که مردم بشنوه. میخوایم یک دستاورد داشته باشم که مصدر خدمت به تمام اهل هنر شوه، به تمام همزبانان ما. اطراف ژانر برآمدتان بگوید، چون که ما توجه کردیم بیشتر در ژانر فولکلور
ترانه های مردمی یعنی اجرا میکنید همین طور؟ ما سبک اصلی اساسی البته سبک قوالی است، یک سبک تصوفی است که اشعار عارفانه در اون استفاده میشه. البته اون گروهی اجرا میشه، یک گروه می باشه که یک نفر پیش میخونه دیگر از پایش تعقیب میکنن که یک سبک پر از شور و احساسات و وجد است و همچنان ما در بخش‌های دیگه سبک غزل و پاپ و محلی همه چیز فعالیت دارم. بله. ترانه ها رو که می نویسن آهنگا اصلا از کیا هستن؟ از اشعار شاعرای عزیز ما استفاده میکنم که اشعاری که من مورد پسندم قرار میگیره اونا را خودم کمپوز میکنم. البته تا حالا آهنگایی را که خواندیم همگیش کمپوزیشن های خودم بوده. آفرین باش. قربانت. چنانه که ما اطلاع داریم شما سال 2020 اگر خطا نکنم در افغانستان همین گونه یک آزمون است که ستاره سال رو معین میکنند و شما در همونجا در همین آزمون غالب آمدید و ستاره سال شدید. بله بله دوست، اونجا همه حمایت مردمی می باشه که طرفداری از یک کس میکنن. اونو خوشبختانه بازم سپاسگزاری میکنم از تمام هموطنان ما. البته حتی از تاجیکستان هم بر ما رای میدادن مردم، از ایران هم رای میدادن، حتی از هندوستان بر ما پیام می آمد یا کامنت ها یا هر جایی که من میدیدم اونا همه دوستا حمایت میکردن که تا تنها مردم انتخاب میکنن. بله کاملا همه چیز به رای و انتخاب مردم است. هر کی رایش بیشتر می باشه همو برنده میشه. بیاید برای تماشابینان ما یک ترانه اتان رو اجرا میکنیم. یک قسمی از ترانه اتان رو بدون موسیقی با صدای اتان. من تنها از هارمونی استفاده بکنم؟ باشه بهتر می شود. ای البته یک آهنگ غزل هم میخوایم براتون چی بکنم؟ باشد اگر بخواه ببینم جمال تو. احسن بچونی صدا. سلامت باشید. گفتید که 12 سال است که شما آوازخوان کسبی هستید. بله بله. تمام تحقیق و جستجویم سر موسیقی بود. یعنی حدود 12 سال ما غیر از موسیقی اما اتاقم و همچنان یک دانشگاه می رفتم که خوشبختانه ختم شد. قریب از بازم که خلاص شود. بله. با موسیقی زیاد داده شدید، همه چیز را فراموش کردید، همیشه کوشش میکردید که ترانه بیافرید؟ ها نه خیر، ما البته فعالیتم در طرف درس هم زیاد بود، توجهم طرف درس هم زیاد بود، اما فعالیت ما در این بخش زیاد میکردم به خاطر که وقتی من متوجه شدم که فکرم در موسیقی بسیار سریع کار میکنه، باز ما گفتم که باید همین توانایی را که دارم از استفاده بکنم و بتونم اگه کدام کار از دستم برای. ترانه باید چگونه باشد که به دل مردم نزدیک باشد و سالیانی زیاد بماند و چی باید کرد برای هنرمند؟ در بخش از اینکه یک آهنگ باید ساخته شود باید ذوقا خیلی خاص باشه، بسیار ذوقای خاص آدم در نظر بگیره. یک کسایی که ذوق خاص دارن، سلیقه خاص دارن، اونو کمپوزیشن های بسیار زیبا میسازن. کوشش کنن از او کسا زیادتر استفاده بکنیم و همچنان اشعار زیبا سبب میشه که امی قوت زیادتر بسازه و همچنان آواز زیبا و سر ارنج موسیقیش همه چیز وقتی یک کم زحمت زیادتر آدم میکشه اون سبب میشه که یک
آهنگ بسیار مکمل از هر لحاظ، پرشنونده و همچنان ماندگار میمونه. با دوستی تا کجا احترام دارید و تا دوستی رو تا کجا باور می‌دارید؟ ما اگرچه خیلی آدم آرام هستم، همیشه تنها بودیم و هستم، میباشم نه، البته دوست بسیار کم اما برگزیدیم. تعداد دوستای من خیلی زیاد است، کسایی که مرا میشناسن و بسیار دوست دارن، اما چند کسایی که خیلی نزدیک است برم، ما خیلی جدی استم در این باره. دوستای من خیلی خاص هستن. البته من نام نمیگیرم چون باز نشه که نام کدام تاشون راست پیشم بانه ازم خفه نشن. دیگه وقت ما بسیار جدی استم در مورد دوستی و یعنی از هر چیز خود میگذارم برای دوست خود، بر دوست خود. اگر بیرون از مرز زندگیمان برویم بابت دوستی بگویم، مثلا بابت دوستی تاجیکستان و افغانستان چی؟ وقت در اینجا مرزایی که بین ما گذاشتن، اونا هیچ مرزی نیست که ما سرش حساب بکنیم. ما هم زبان هستیم، هم فرهنگ هستیم. ما از وقتی که آمدیم هیچ فرقی را ندیدیم. دیگه اعضای فامیل و از یک مملکت ما اسم میکنم خودم. ما یعنی بعضی دوستا میگه که از افغانستان هستی، میگم ما خب چقدر وقت میمونیم؟ من میگم من نمیرم اینجا، ما خوشم آمده، این مملکت خودم است. بله. بیاید در مورد فرهنگ هر دو کشور بگویم، اطراف موسیقی، چرا که موسیقی های هر دو ما هم از تاجیکستان و هم از افغانستان خیلی به هم مانند هستند. بله بله. و شما گوش میکنید ترانه های تاجیکی را؟ البته بله. در افغانستان در تمام تلویزیون های ما آهنگای تاجیکی نشر میشه، ما میشنویم، ما اما هنرمندای تاجیکی ما را میشناسیم و دوست داریم. در افغانستان هم که بودیم در برنامه، ما به هر سبک و هر زبان خواندم و همچنان هر آهنگی را که اگر از خودم نبوده از دیگران را انتخاب کردیم، او را یک کم تغییرات آوردیم. تغییرات البته نه هر کی باید به مو طریقه و انداز خود باید اجرا کنه. با مو حساب ما آهنگ یک اندازه مو از انداز خود دو اضافه میکنم تا کاپی نشه. خیلی خوب. و برنامه ما همین گونه است که ما اصلا ترانه های رو که به قبل شلاگر بودن، همون ترانه ها رو بازخوانی میکنیم. و اگر از شما بخواهیم که بازم همین گونه یک ترانه شلاگر، یک ترانه ماندگار رو اجرا کنید، کدام ترانه رو میخواهید اجرا کنید؟ البته دوستای من ساربان صاحب خیلی دوست دارن، میخوایم یکی از آهنگای از نارش بکنیم. باشد. دیشب با خدا خمار بودم، ای سرگرم دو چشم یار بودم. دیشب با خدا خمار بودم، سرگرم دو چشم یار بودم. دیشب با خدا خمار بودم، سرگرم دو چشم یار بودم. من گل پرستم، به بادم استم، افتاده یک دل امشب ز دستم. من گل پرستم، به بادم استم، افتاده یک دل امشب ز دستم. چوب چوب بگوید از لای ماید، دیدم ز شوخی متا بروید. چوب چوب بگوید از لای ماید، دیدم ز شوخی متا بروید.
دیشب که با من دو بوسه دادی رقصیدی و در برم فتادی دیشب که با من دو بوسه دادی رقصیدی و در برم فتادی تو نشه بودی من مست بودم تو چاک دامن من دل گشودم تو نشه بودی من مست بودم تو چاک دامن من دل گشودم با ناز و عشق و آدر بره من قربان راحت چشم تره من با ناز و آدر و قربان راحت چشم تره من دیشب به خدا خمار بودم پیراهن سرخی مبازه به طرز گلاب بوستان است پیراهن سرخی مبازه به طرز گلاب بوستان است یه چشم تو نرگس زلف تو سنبل لبهای سرخت نازک‌تر از گل چشم تو نرگس زلف تو سنبل لبهای سرخت نازک‌تر از گل من عشق و کردم تو ناز کردی بستم گره با تو باز کردی من عشق و تو ناز بستم گره با تو باز کردی دیشب به خدا خمار بودم دیشب به خدا خمار بودم سرگرم دو چشم یار بودم سرگرم دو چشم یار بودم ای سرگرم دو چشم یار بودم یک ترانه خیلی زیبا است همین توانید قربانتان بله واقعا بیاد در مورد همین ترانه حرف بزنیم درباره اوج معروفیت همین ترانه میدونید که سالهای چندم همین ترانه معروف بود مردم چگونه قبول میکردن همین ترانه رو واقعا ای از جمله ترانه‌ای است که یکی دو آهنگی را که من تا حالا خواندم ترانه‌ای است که از زمانی که خلق شدن تا حال زنده هستن و مردم دوستشان دارن و حال هم حتی جوانان میشنون. در افغانستان زیاد بازخوانی میکنید ترانه هایی که از قبل سراییده شده بودن؟ ما یگان آهنگایی که زیاد به دلم میشینه و نزدیک است دوستشان دارم اونا را خوش دارم میخوانم اما ما زیادتر سر کارهای خودم کار میکنم به خاطر که اما سبک قبولی را که ما آوردیم یا در هر سبک دیگه ما فعالیت کردیم یک انداز و طریقه نو دو ایجاد کردیم از خاطر ما میخوایم که مو کارهایی که خودم دارم سر از اونا کار بکنم و اونا را معرفی بکنم به مردم. در کجاها بوده در شهر دوشنبه؟ خب روزای اول که آمده بودم باید بعض کارهایی می باشه که یک جای آدم میره اونا را باید حل فصل بکنه مشغول امو بودم بعدا بعض جایا را رفتم به دیدن تماشا دیگه وقتش رسید که باید سر کارهای هنری ما کار بکنم دیگه با مو حساب به مو اقدام کردیم. واقعا هم برای یک هنرمند یک فضای مساعد یک فضای آرام و آسوده یک فضایی که هنرمند خودش رو راحت احساس کند که تا ترانه‌هایش دلنشین باشد خیلی مهم است. شرایط خیلی فورا مساعد آرام و آسوده را شما در شهر دوشنبه یافت کردید؟ بله بله من واقعا بسیار آرام هستم اینجا خوش هستم.
و میتونم گفت که دوشنبه مکانی است که الهام ایجادی شما رو بیشتر میکند. بله کاملا. چه نقشه ها دارید؟ نقشه های ما را پرسان نکنین که اگه ما قصه بکنم شب صبح میشه صبح شب میشه. خب چون ما گفتم اهداف ما خیلی بزرگ است. همین بازی سر هر سبک ما کار کرده رایستم و سر موسیقی کار کرده رایستم تا یک دستاورد خیلی بزرگ داشته باشم که نه تنها افغانستان بلکه تاجیکستان و ایران و همچنان بیرون از این سه مملکت کسایی که از کارکردهای من استفاده بکنن وقتی که من نباشم باز مرا یاد بکنن. تنها یگانه هدف و چی میگن آرزوی ما همی است. در افغانستان علاقه شما یک آوازخوان معروف هستید و احساس میکنید همین معروفیت رو در تاجیکستان احساس میکنید که مردم ترانه هایتان رو گوش میکنن؟ بله ما از روز اول که آمدم وقتی در میدان هوایی پایین شدیم با وجود از که ما ماسک داشتم و یک کمی خنک بود پیچانده بودم خدا مردم شناختن و بسیار محبت کردن. از امور روز تا حال هر جا قدم قدم مردم شاهد محبت های مردم تاجیکستان هستم. خیلی قدردان هستن و محبتی هستن. تشکر زیاد. و بازم یک ترانه دیگری دارید دختر صحرایی، میخواستیم همین ترانه رو اجرا کنید. بله بله. مرحبا. به تو پر شده درد پریدن داره توتا به خدا لتکیدن داره بالای عشق را جز عاشق شیدا نمیداند به دریا رفته میداند مصیبت های طوفان را یک لحظه بیا سویم یک لحظه بیا سویم ای دختر صحرایی ای دختر صحرایی ای دیوانه مرا بنما دیوانه مرا بنما با جلوه لیلایی با جلوه لیلایی تو چند گریزانی از دیده تو پنهانی از وعده پشیمانی تو چند گریزانی از دیده تو پنهانی از وعده پشیمانی یک دم به گلستان شو یک دم به گلستان شو تو با بیارایی تو با بیارایی دیوانه مرا بنما دیوانه مرا بنما با جلوه لیلی
چشمان تو مستانه باشد می و میخانه هم ساغر و پیمانه چشمان تو مستانه باشد می و میخانه هم ساغر و پیمانه بازا و خرابم کن بازا و خرابم کن زان نرگس شهلایی زان نرگس شهلایی دیوانه مرا بنما دیوانه مرا بنما با جلوه لیلایی با جلوه لیلایی با جلوه لیلایی با جلوه لیلایی آفرین. باور کنید یک ترانه خیلی تاثیرناک، ترانه‌ای که با موسیقی‌های تاجیکی خیلی نزدیک است. همین ترانه رو کی افشا کردید؟ کی پیشنهاد کردید؟ این آهنگ حدود 3 ماه قبل ما در یکی از برنامه‌های تلویزیون تولو به نام تولو میوزیک این آهنگ اجرا کردم و خیلی مردم پسندیده بودن. خب اینجا به شما خواندم. خیلی ترانه زیبا. و آهنگ خودتون است؟ نه خیر، این آهنگ از آهنگ‌های فولکلور افغانی است که کمپوز و این آهنگ از عزیز غزنوی صاحب است. در انتهای برنامه با تماشابینان تلویزیون سفینه چی می‌خواستید بگویید؟ ابتدا خواهد شما سپاسگزاری میکنیم که ما را دعوت کردین در تلویزیون زیبای سفینه و همچنان آرزو میکنم که تمام بینندگان ما از برنامه ما لذت برده باشند و از آهنگای ما همچنان تا زنده هستیم در خدمتشان. برای شما در فعالیتتان کامیابی میخواهیم. بگذار که ترانه‌های خیلی زیبا، صمیمی، به قلب نزدیک و ترانه‌های بزرگ در همین جا افشا شوند. خوش آمدید. به خدا زنده باشین. بسیار تشکر از شما و جا داره سپاسگزاری کنم از دوستای ما که همراه ما همکاری کردن. بله، احسن. دوستان عزیز، این برنامه خاطرها بود و یادرس میکنیم که در برنامه امروزه ما آوازخوان افغان فهیم فنا قرار داشتند. تا برنامه های بعدی خوش بمانید.